آن بیماری که ما امروز گرد میزنیم بیماری های پیوندا هستن. همون پیوندا مثلا دست و پا، مثلا استخوان رو پیوند میکنن، پیوندا عضوها رو میکپن، مثلا از اون جمله گرده رو میکپن. اگر همون پیوندا مشکلی کنن میتونه که مثلا گرده بفرویه. شما شنیدگی دیاگنوز گرده فرویدگی مثلا بعضی مثلا عضوهای دیگر هستن که در همشون به همه که بافته های پیوندی در استخوان ها در اینجا محکم هستند. برای همین چی گپ میشه که بیماری امروز پیدا میشه؟ بسیار وقت ما شنیده ایم که اینا میگن بیماری خنکیه. روی نقطه نظر طبی خلقی میگه که خیلی خنکی گرفته هستن، پاچه رو خنک زده است، دست رو خنک زده است. بسیار وقت چون که ما بسیار وقت میبینیم که اگر آدم در یکون خنکی ها میفته، در یکون جاهایی که مثلا عامل سردی بسیاره یکی تاثیر کند پاهاش مثلا بر آب خنک بزند یا که تگی یکون چیزی خنک ماند، اون همین پیوند ها مشکلی ایجاد میکنند و ما از اون نقطه نظری گوییم که دکتری حاضره گیریم. یکی از سبب های یعنی هم بیماری های پیوندی این تنزیلیت گلو درد ورم بودنی یعنی همون گلو هست که کرونیکی می شود، مزمن می شود و هر زمان زهر می برورن، اگزاتاکسین در خون می روند و او زهر ایمونیتیت ما مثلا مخصوص لیکوسیت ها هستند که ایمونوگلوبولین ها می کپن می برند و یعنی در خون می رود و در همون پیوند ها تکشین می شود. وقتی که در پیوند ها تکشین می شود یعنی که می ماند در همون جا چون که کلانتر که هست، ما داریم در خون خود یک تا حجره هایی که تکیلیر می گویند. اونها می روند هم پیوند میزنن هم همون کامپلیمنت پیدا شده یعنی که توکسین زهر یا میکروب که حجره آدم قپیده استش ولی در سکه همون گویم که پیوند ها مانده است یا که گرده ها در مانده است، هم این خون ما می رود هم گویم که بافته را می زند ارگانیسم ما، هم مثلا انا همون زهره که همون چیزی که داشتن کامپلیمنتی که در بالا یعنی هم پیوند مانده است، هم میکشن گویم که دشمنه سبب کسل نشدگی را و هم پیوند زیان میرسونن. این مانند اون است که اگر در یک خانه کلان یک تا تروریست باشد یک آدم بد باشد هم خانه را میزنن همون گویم که آدم بد همون اکستریمیست تروریست نیست میکنن. همین طور ارگانیسم هم میکنن. همین ارگانیسم در کدام حالت چنین میکنن؟ اگر ارگانیسم میره که سیریشت بسیار در حالت عصبانیتی و ناراحتی و انگیزه معینه سر قرار داشته باشد، خونش هم خیلی رفتار میکنن. برای همین یکی از اون چیزی که ما تبابت میکنیم ارگانیسم کمتر میکند ویران کردن ساختار بافته های خود، این اون است که ما عصبهاشو چکار میکنیم؟ آرام میکنیم، حالت وزبودی مثل انگیزه معینه سر پس میکنیم. این حالی در یک کسلی که ما با شما مثلا حاضر گپ زدیم هزارو کسل دیگر هم میتواند عصبات که آرام شدن از بین برد تا حتی فشار بلندی و بلند شدن قند و بیماری های دیگری گرده و جگر و تلخم هر عضوهایی که میشه آرامی عصب سبب این میشه که از بین میتواند همین بیماری رو برد. ما حال در مسئله پیوند ها گفتیم یعنی که گلو رو بسیار دقتی در حکمت روانی پسیکولوژی میگه که چرا چنین میشه که آدم گلو در میشه. خیلی کودک است که مثلا بعضا چنین است که حالتهای استرسی ایمونیتت را پست میکنن. هر روز در همین گلوی ما که کلچا پیراگوف میگن در همونجا هم سکنی را باید میکنند که هوای می در آمده گیره که میکروب و ویروس نباشه باشه، هم اینجا ایمونوگلوبولین های زیاد یعنی مینچه های زیادی در همین سرحد میگذاره
ارگانیسم که در حالت آوردن مثلا همون میکروب و ویروس های کسل کننده انا همون را همین ایمونوگلوبولین های ما یعنی که ایمونیتیت ما بزنند. در حالت سوست شدن استرس همین ایمونیتیت ما سوست میشود و این سبب یان میشه که میکروب میتونه بشینه. ما خرانیست که تنزیلی چی ما شنیدگی مثلا میشود یعنی تنزیلیت مزمن، مسئلینی، التهاب و این کرونیکی که شد یعنی وقتی نادرست تا آخر تبابت نکردن. برای همین کودکایی که اگر گلودر داشته باشه تا آخر کوشش کنید که تا آن همون ماندن پروسیدورهای فیزیوتراپیوتیکی با موجهای گوناگون و با اووچه و دیگر اوفو که هم تا آخر همون تنظیمشون را تبابت کنید که کرونیکی نشود، مزمن نشود که باید دائم در بدن زهر میپره. بعضی آدما میگن اون قدر دست و پدر ندارن ولی چی؟ ولی دائم شکایت میکنن. از اون که کم کم آنها سحری میخیزن دست و پاشون نسبتاً شاخ هستند و تا و کمتر حرکت نکنن ساز نمیشن. این همون نشان داده هم است که در وجود آنها همون زهر اگزوتاکسین کم کم پرتافته شده است و میتواند که زهر هم نباشد گردش خون هم ویران باشد. اگر یک سبب بگوییم که این باشد که تنزیلیت کرونیکی کسل کند و یک سبب دیگرش میتواند که گردش خون در پیوندو نادرست باشد. گردش خون وقتی که نادرست شد الاستیش نیست، همون چندری بگویم که پیوندها گم میشود. بسیار آدم‌ها هستند که سن سال رفتن میگیرد ما میبینیم که حرکت آنها راهگردی آنها دیگر است. یک سببش هم است که ویرانی گردش خون است. گردش خون اداره میشود با تارهای عصب. تارهای عصب از تو مهره میبرند بسیارش. پس میشود یک استیوخندروز عادی هم میتواند پرابلم در پیوندها کند. این میگه ارتروز هم مثلا دیگرگونی ها میارد در ساختاری همون پیوندو هم تارهای عصب مثلا در همونجا نظارت نادرست میکنه. برای با درست فهماندن مثلا همین برق اگر نادرست روه کم روه سویت قوتش کم شوه از بابای ما و شما ساز کار نمیکنن. شما دیدید بسیار وقت برق قوتش کم باشه میبینیم که کنسنر ساز گرم نمیکند یا ساز خنک نمیکند. یعنی که قوه برقی که در بدن ما و شما هست این هم میتوند وابستگی داشته باشد در مسئله پیوند. امروز شکرانه که ما امکانات تقویتی چنین بیماری رو داریم. مرکزهای که ریوماتولوژی هستند، مرکزهایی هستند که باید به همین بغم درد و باید به همین سمتی که پیوندها سر کار میکنن. خدا را شکر متخصصا داریم مثلا در این سمت کار میکنن. برای همین سر وقت مراجعت کردن نکن تا کسب مشکلی نشود، چون که یکی از هم بیماری های دیگری که میتواند به همین پیوند خروج کند این میتواند به کجشوی همون بگیم که پیوند ها استخوان ها بیارد. ما میبینیم بعضی آدم ها مثلا این مشکلات هم مثلا کج شدن انگشتان بعضی چیزاش که یک نمود دیگرش هست که خیلی این کمتر تقویتش مشکل تر است ولی هر حال به تقویت به همین سمت هم نمانند. ما میبینیم که امروز داروهای خوب است و فیزیوتراپی یعنی که تقویت‌های فیزیوتراپی خوب است. ما امروز میبینیم کورورت‌ها هستند. مثلا ما امروز میبینیم که کمک‌های مثلا سمت دکتری بسیار خوب است و در برابر این هم ما باز تقویت میگیریم، ریابیلیتاسیون میکنیم. بعد تقویت دارویی ما آدم‌ها رو برقرار میسازیم که چه کنن که گردش خونشون در دست و پاشون درست کنن. ما برای مشق‌های روانی داریم، نرم کردن بدن و درست شدن گردش خون. گردش خون در پیوندها که درست شد برای همین سویت میمونن و مساج میکنن بسیار کار میکنن که گردش خون هم گردش خون درست شد اتوماتیکی ارگانیسم خودش چیکار میکنه؟ یعنی که صحت کردن میگیرد و پیوندها رو برقرار میکنند و این سبب میشه که حرکت انسان دیگر میشود و البته در برابر این است باز مشق‌های مخصوصی که باید وارد به همین پیوندها یعنی که بیماری پیوند آنها رو استفاده می‌کنند و خوراک مخصوص است، غذای مخصوص. مثلا بسیار در تاجیک‌ها معمول است نقض می‌بینن وقتی یعنی بیماری باشد
خوراکی کلاپاچه هست بود مثلا همین دارو میگن مردم ما همین خوردنش مثلا دارو میگن مخصوص به همین بیماری بسیار منفعتی خوبش میرسونه و البته ما میدونیم که در برابر این عامل‌های روانی هم هستند چقدر روان انسان حالتی عصبی انسان میتواند به همین بیماری اثر رساند مثلا ما میدونیم که آدمای فشاردار دورانی دار مثلا از چی دورانی میشن بسیار وقت عصبانیتی ما میدونیم که عصبانیتی هستن مثلا که بجوزی گرم دارن یعنی خلیلی که هستن بسیار وقت ما میدونیم که میشن بعضی وقت البته خوراک غذا و اشیاء کلی میشن ولی طبیعتشان چنین است ما میدونیم که در برابر این آدمانی هستن که بیماری های دیگری مثلا خون و ایمونیتت و سستی بسیار سو گرفتار میشن وقتی که اونها ترس و هراس مثلا داشته باشن ما میدونیم که خفگی میتواند رنجش میتواند بیماری های ذوق کنند ما میتونیم که رشک میتواند پانکریاتیت و بیماری قند بسیار چیزهای دیگر کند ما میدونیم که مثلا خسیسی حتی که همین خسیسی میتواند که بیماری های خاص خودش بیدار کند حسد میتواند که بیماری های خودش یعنی که هر کدومی همین حالت احساسی آدم میتواند یک بیماریش بیدار پیوندر و چی پیوست است البته در یاد بگیرید وقتی که چیزی هست پیوند وقتی چیزی هست که پیوند کننده است پس انسان هم در مناسبت های بین جامعه از آن جمله خویش و تبار و نزدیکان و عزیزان خود باید دقت کرد بسیار وقتی که مشکلات در مناسبت سازی می شود این تاثیرات در پیوندهای انسان می رساند دو کس حتی که نزدیک باشند در حالت جنجالی باشند یا که در یک خانه زندگی در حالت جنجالی باشند می تواند زیان رساند حتی آدمی که می خواهد مناسبت سازد ولی کسانی هستند که مناسبت او رو می خواهند ویران کنند یعنی همین مناسبت سازی خویشتبار سازی رفت آمد مثلا احترام یکدیگر همین میتواند همون آدم هم که اشتراک نکرده است یا که فقط ابیکتی هست که زیان دیده است ضرر دیده است همون هم میتواند پیوند یعنی که بیماری‌های پیوند گرفته شد این عامل روانی حکمتش است که مرکزی پیوندهای انسان در میانه است و مناسبت سازی مرکز اجتماعی همسایه هستند برای همین البته ما چی از طرف پروردگار میبینیم که میگه بترسید از من و از بریدن سیله رحم یعنی سیله رحم کسانی که از یک بچگان تولد شدند باید مناسبت سازن رفت آمد کنند ما چه از طرف رسول اکرم میبینیم که مثلا محض نمیبیند در حدیث خود بسیار درج کرده است که مثلا سیله رحم نبرید رفت آمد کنید برادرها و نزدیکای خودتون نگاه بین کنید یعنی که همه حقی که اونها هست همه رو دریغ نداره ما حتی که میبینیم که پیشگاه ملت ما محترم جناب عالی هم در همین مسئله بسیار وقت درز میکنن رفت آمد هم مثلا خبرگیری یک دیگره یک صداقت یک احترام یک مناسبت سازی اجتماعی را داریم در سخنان خود درز میکنن یعنی این فرهنگ تاجیکان است برای همین کوشش کنید در همین مسئله که هم سمت پسیکولوژیش ببینید در جای اگر کسی خفه باشید او بخشید اگر کسی خفه کرده باشید بخشش بسید شما توانید مثلا مناسبت را بسازید و همه احساس خود گذارید تا اینکه شما توانید چیزی مناسبت های عقلی بسازید البته ما با نزدیکان خود با دل مناسبت میکنیم ما البته دل خدا بسیار مشکل است که وقتی دل رنجش ها میگیرد سخنهای گوناگون بعضی حالت های تاثیرات میشه ولی در زندگی البته نقطه نظر دل میگیری ولی با عقل باید زندگی کرد این خوبتر است حالت هایی است که اینها دیگر را عوض میکنند و عموما آدمی که صاحب معلومات است یعنی معلومات گرفت بیشتر با عقل تکیه میکنند بیشتر آدمانی هستند که معلوماتشون کمتر باشد با دل زندگی میکنند برای همین با دل زندگی کردن هم خوب است ولی باز بالای اون اداره کردن عقل خوبتر است و امروز خوشخبر است به همه شما که در نتیجه همکاری یک جایه طبیبان و در نتیجه درست طبابت کردن امکان است که بسیار کسانی که بیماری های پیوند دارند
چی ارتریت ریوماتیسم آنکوز و چیزهای دیگری که ما امروز در همین سمت میبینیم امروز امکان است که یعنی که پورا بعضی از این بیماری ها پورا تبابت شوند و ما نتیجه هاشم امروز دیده استیم که نتیجه میداد است و فقط برای این صبر کرد و دایم همون مناسبت خود رو با طبیبان و کسانی که در این سمت کار میکنن باید درست جابجا گذاشت. همه وقت برای سلامتی خود وقت جدا کنید، چون که بسیار وقت ما قربانی سلامتی میکنیم و بعضی مقصدهای خود نمیرسیم. البته این در وقت ضرورت لازم است. این بعضی چیزهای ارزش‌های ما اگر در خطر باشن ما برای اونها میتوانیم که جان خود قربان کنیم، ولی در حالت شما امکان دارید اما وقت رفت آمد کنید، از دانش‌های طبیبان دکتران استفاده برید تا اینکه شما سلامتی خود را برقرار سازید، حرکت خوب داشته باشید و همون پیوندها معین کننده حالت بردمی سرشت انسان است. این خبر خوش است با شما. بشارت این است که این بیماری ها امروز نیچهای خدا تبابت شونده و ما شکر خدا و شکر هموطن تینج امن میکنیم که امروز امکان داریم تبابت کنیم، امروز امکان داریم که به صنعت ها یا کراهت ها یا کراهی سرشگاه ها برویم. ما امروز امکان داریم که انتخاب دکتر را نکنیم. یعنی که این همه از همین شرافت استخبارات ماست و امروز استفاده برید و سلامت سروران باشید.